سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند و با سلام و درود حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، با سپاس از اینکه بار دیگر به ما اجازه دادید که در برنامه مستقیم و زنده به خانه های قلب های شما سفر کنیم. از شما سپاسگزارم و شکر میکنم خدا رو برای این توفیق مجددی که باز هم نصیب ما شد و آرزومندم که این توفیق مستمر و مستدام باشه. از ابراز احساسات شما بینندگان ارجمند و از مشارکت شما در برنامه ها و همینطور از افزایش بسیار چشمگیر تعداد بینندگان در پلتفرم های مختلفی که ما در اونها برنامه داریم سپاسگزارم و این باعث تقویت روحیه همه ما خدمتگزاران شما در شبکه پیوند هست. به غیر از یک نفر یا دو نفر از مجموعه تعداد کثیری که برنامه های ما رو میپسندند و از ما قدردانی کردند، دو نفر از بینندگان هم بودند که برنامه های ما رو دوست نداشتند و به صورت توهین و فحاشی با ما ارتباط برقرار کردند. من فکر میکنم که ما کم کم باید بیاموزیم که برای یکدیگر حق بیان قائل باشیم و اجازه بدهیم که افراد در امنیت کامل و در حفظ احترام متقابل اگر نظری دارن نظریات خودشون اظهار بکنن و اگر ما ایرادی به هم داریم این ایراد رو بایستی که در بیان معقول و مؤدب با هم رد و بدل کنیم و سعی کنیم که اختلافات عقیده رو تبدیل به دشمنی های شخصی و خارج از عقیده نکنیم، چون این کار درست همون کاری است که دشمنان عدالت و دشمنان بشریت میخواهند که این کارها انجام میشه. به هر حال من اگر که با نحوه سخنی که میگویم یا مبحثی رو که مورد بحث قرار میدم باعث رنجش یک عده‌ای میشم یا اینکه کسانی هستند که میخواهند قرآن تحقیر بشود و با این صحبت‌های ما جلوی تحقیر قرآن گرفته میشود و این باعث نگرانی و ناراحتی و گاهی از اوقات عصبانیت بعضی از افراد میشود، ما باید تحمل داشته باشیم و یکدیگر رو در حفظ آزادی بیان یاری کنیم و لازم نیست که عقاید ما یکسان بشود، ولی ما بایستی که تحمل عقاید یکدیگر رو داشته باشیم و امنیت و انصاف رو در گفتار و کردارمون رعایت بکنیم. دوستی در اتاق فرمان میگفتند که زشتگویی و فحاشی نتیجه عدم وجود منطق و استدلال هست که وقتی حرفی برای گفتن نیست انسان متوسل به خشونت یا متوسل به مطالبی می شود، گفتن مطالبی می شود که سبک و بیارزش هست و شایسته انسان هایی که تا به اینجا آمدن و در قرن 21 زندگی می کنن نیست. به هر حال از ایشان هم تشکر میکنیم برای همه زشتگویی هایی که کرده بودند. میپردازیم به ادامه تشریح آیه شماره 102 از سوره بقره. میفرماید که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس سحر و ما انزل
علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. شیطان ها بر ایشان تلاوت می کردند. در برنامه قبلی توضیح دادیم که مفهوم تلاوت چیست و مهمترین مفهوم تلاوت برای اینکه یادآور بشوم کسانی رو که ممکن است فراموش کرده باشند، تلاوت به معنای تقلید کردن، تمرکز و خواندن، تکرار کردن و حفظ ارتباط با مرکز صدور آواز یا پیامی است که اون پیام رو میشنوند و تکرار میکنند و این شنوایی حالت دائم داره و هیچ وقتی در زمانی که در واقع ریسایتیشن یا تلاوت ادامه داره ارتباط با مرکز صدور کلام که مرکز وحی باشه قطع نمیشه. توضیح بیشتری البته به تفصیل دادیم که باید به ضبط برنامه ها مراجعه بکنید و ما ضبط برنامه هامون خیلی معین و مرتب شده و پشت سر هم هست و خیلی راحت هست برای بیننده که بتواند که به تمام آرشیو برنامه های ما مراجعه بکنه. یکی دو برنامه دیگر هست که دوستان ما مشغول هستند که اونها رو هم از طریق یک لینکی به وبسایت ما که payvandtv.com هست منتقل بکنن و شما از طریق وبسایت tv.com به آسانی و سادگی می توانید که همه برنامه های پخش شده ما رو ببینید و این کار رو اگر از طریق یوتیوب مستقیما انجام بدید ممکنه به علت کثرت این برنامه ها پیدا کردن برنامه مورد نظر تا حدودی برای شما مشکل باشه، ولی اگر به وبسایت مراجعه بکنید و از آرشیو وبسایت چیزی رو که میخواهید جستجو بکنید ظرف یکی دو دقیقه یا زودتر پیدا میشه اون چیزی رو که میخواهید. بعد روی اون کلیک میکنید و میبره شما رو به آرشیو کلی ما و در اونجا میتوانید که برنامه ها رو ببینید و تقریبا برنامه های ما به روز داره تبدیل میشه که همون روزی که برنامه ها پخش میشه یا حتی اکثر روز بعد اینها ضبط میشه و آماده برای پخش مجدد میشه. در این آیه میفرماید که شیطان ها بر ایشان تلاوت میکردند، یعنی در استناد افتراء به خدا تلاوت میکردند و میگفتند و بیان میکردند که این در رقابت با سلیمان اینها هم تلاوت میکنند، همونطوری که سلیمان تلاوت میکرده اینها هم در رقابت با او همین عمل رو انجام میدادند. و در واقع در نقش پیام آور حضرت حق ظاهر می شدند این شیطان ها و در این نقش بندی متوسل به سحر و جادو می شدند و به فریب و به خدعه می پرداختند. سحر از مدار و مرتبه خارج کردن معنی میده یا کسی را از مسیر تعقل و تدبیر بیرون کردن، چیزی رو در خارج از واقعیت سنتی و مفهوم آن به دیگری معرفی کردن یا کاربرد تکنیک و روشی که غیر واقع رو در مقام واقع وانمود کند و جلوه ببخشد. همینطور سحر به معنای ایجاد تجسم و ایجاد باور به تصور بر اساس یک غیر واقعیت هست که شکل واقعیت به او بدهند و یک امری رو در حالی که اون امر موجود نباشد تلقین کنند و ایجاب کنند که در نگرش بیننده یا در ذهن بیننده چیزی که وجود نداره به عنوان موجود باور بشه و یا تصور دیدن به وجود بیاد.
سحر همینطور به معنای ایجاد باور و تصور در دیدار یک شیء یا پدیده یا یک اثر، در حالی که اون پدیده و اون اثر دارای واقعیت و وجود عینی و خارجی نباشه. همینطور سحر به معنای این است که از هیچ تصور به واقعیت ساختن و یا چیزی رو در مقام چیز دیگر عرضه کردن و موجب باور شدن یک امر غیر واقعی در مقام واقعیت شدن. سحر همینطور به معنای ساختن دروغ، ساختمان دروغ، دروغی که متشکل هست از دلایل و عواملی که هیچ کدام اینها واقعیت ندارند و همه اینها در صورت فریب و نیرنگ ساخته شده. همینطور آرایش کردن دروغ و آرایش کردن باطل و ارائه اونها در مقام حقیقت و ارائه اونها در مقام واقعیت و مدعی بودن به راستی یک امری که راستی در او وجود نداره. سحر همینطور به معنای استقرار یک سیستم و انتظام مرتب و مقرر که قادر باشد که یک فن و یک تکنیک خاصی رو در تنظیم و تکرار منظم به کار ببره و از یک امر غیر موجود یک جلوه موجود و یک باور به موجود بنا کنه. مثلا به ما می آموزند یا آموختند که شما هر زمانی که در حمام‌های کهنه و قدیمی و تاریک شب رو به سر ببرید، حتما اجنه یعنی جنها در اونجا ظاهر می شوند و دیده شده که افراد سوگند یاد کردند و افراد درستکاری هم بودند، راستگو هم بودند و اینها سوگند یاد کردند که ما به چشم خودمون دیدیم که اجنه دور هم جمع شدند و مشغول خوردن غذا هستند یا جشن ازدواج داشتند یا بعضی از اجنه فامیلشان مرده بوده و مجلس ترحیم گرفته بودند. بعضی ها گفتند که ما در حمام ها شیطان های اجنه کافر رو دیدیم که اینها دین نداشتند و بعضی ها اجنه مسلمان رو دیدن، بعضی ها مجموعه اینها رو دیدن که با هم در حال نبرد بودند و بسیاری از این افراد صرف نظر از کسانی که دروغ میگفتند و خود اونها هم میدانستند، ولی بوده بین اینها کسانی که واقعا با چشمشون دیدن این چیزها رو. به قرآن که ما مراجعه میکنیم میبینیم که در دربار فرعون وقتی که موسی عصای خودش رو تبدیل میکنه، خدا عصای او رو تبدیل میکنه به یک مار بزرگی که اژدهایی که مارهای دیگر رو میبلعه، همه داستان از زبان قرآن در بعد متشابهات در واقع تایید کننده این نظم فکری است و قدرت تلقین است که افراد می توانند که چنین قدرتی ایجاد بکنند و درجات جادو و درجات تلقین و درجات ایجاد این که تصور انسان تبدیل به تجسم و تصور انسان تبدیل به واقعیت انسجام خارجی بشود، اینها را همه تکنیکی است که از اون به نام سحر نام میبریم که در بخش دیگر از عرایزم برای اینکه خسته کننده نباشه این مفاهیم سحر رو به دو قسمت کردیم که در جای دیگری باز هم در مورد اون صحبت خواهیم کرد. سحر به طور کلی یک امر غیر مقدس و حتی نامقدس رو به عنوان مقدس
معنی کردن و جلوه دادن. معرفی کردن مبانی ایمان و باور بر اساس تخیل و جایگزین کردن تخیل رو در مقام تعقل که انسان به دیگران یاد بدهد که باور کنند که اون چرا که تخیل میکنند، اون چرا که خیال میکنند، خیال اونها همان عقل اونهاست و همون تعقل اونهاست. همینطور می شود گفت که سحر به معنای ایجاد باور در آن که تخیل همان تعقل است و خیال همان واقعیت و محکم همان متشابه است، که یکی از مظاهر سحر این است که ما به دیگران می آموزیم که فی المثل در ارتباط با قرآن، اون چرا که قرآن در زبان متشابه بیان می کند که در مورد اون توضیح خواهیم داد قریباً، اینها همه محکم هستند، جزو محکمات قرآن هستند و باید به عنوان محکمات رو پذیرفت. یعنی اگر در متشابهات قرآن به مؤثر بهشت در قالب تشبیه و تمثیل اشاره میکنه و مقصود اثری است که از اون مؤثر ما بایستی که به عنوان محکم بپذیریم، به جای اینکه محکمات رو مؤثر و در واقع در ارتباط و پیروی و اتحاد با اثر بدانیم، مؤثر رو با محکم در کنار هم قرار میدیم و حکم قرآنی رو بر اساس مؤثر میدانیم، نه بر اساس اثر، در حالی که متشابهات نقشش این هست که در واقع با مؤثر کاری نداره، از مؤثر استفاده میکنه که به اثر برسه. یعنی وقتی که بهشت رو نقاشی میکنه یا بهشت رو در تخیل ما زنده میکنه، به خاطر این است که ما از این تخیل به تعقلی برسیم که اون تعقل متوجه اثر بهشت باشه، و در حالی که تخیل متوجه مؤثر بهشت هست. یعنی تخیل ما باید متوجه حوری بشود یا رودخانه شیر بشود یا رودخانه عسل بشود. تخیل ما مجاز است که به اونجا برود در بعد متشابهات، اما تعقل ما مجاز نیست که در تخیل بایستد و تخیل رو به عنوان تعقل بپذیرد و باید سفر کند از این متشابه و به محکم برسد و به اثر برسد، به اثری که از اون مؤثر خیالی در قرآن ذکر شده. اون اثر هست که دارای واقعیت است، یعنی لذت و آرامش و امنیتی که از بهشت حاصل میشه، اون چیزی است که واقعیت داره. و در واقع قرآن نشانه می رود به معرفی اون مقدار لذت و امنیت و آرامش و آسایش و عنایت و امتیازی که از بهشت دریافت میشه. در حکم محکم، اثر در حکم محکم است، مؤثر در حکم متشابه. سحر کاملا این رو وارونه میکنه و معکوس نشان میده. سحر در مقام در واقع ریشه یا ثلاثی مجرد سحره با تلفظ سحر به جای سحر به مفهوم زمان اولیه تغییر رنگ سیاهی به سفیدی و تبدیل شب در مرز روز و افق بین تاریکی و روشنایی در زمان معنی میده. افقی که یک سوی آن تاریک و یک سوی آن روشن است و سوی تاریک را پنهان کردن و از سوی روشن در تاریکی فرو افتادن سحر نام داره که در سحر ایجاد میشه. تسلط بر باور به آنچه که در تخیل انسان دیده می شود و تبدیل تعین به تخیل در نگرشی که ناظر در اون نگرش دخیل هست و از چشم ناظر ما نگاه میکنیم که تخیل رو تبدیل به تعین میکنه، چیزی که در ذهنش خیال میکنه عینیت بهش میبخشه. چون مرتب به او تلقین کردن که در حمام های قدیمی
جنها میشناسند حمام‌های قدیمی رو، در حمام جدید نمیآیند، در حمام‌های قدیم میآیند و در گوشه و کنار حمام‌های قدیم بیتوته میکنند و غذا میخورند، ازدواج میکنند، طلاق میدهند، عزاداری میکنند، خوشحالی میکنند، نظیر کارهای مختلفی که انسان انجام میده و اینها در اثر تلقین شخص به جایی میرسد که به تخیل خودش تعین میبخشه. اون چرا که در خیالش میبینه به عینیت فکر میکنه دیده، میگه با چشم خودم دیدم که اجنه دور هم جمع بودن، صدای اینها رو شنیدم. یک رابطه بین سحر و بین رؤیا وجود داره که اگر بخوایم به اون وارد بشیم کاملا از این بحث این جلسه هم خارج شدیم، ولی یادداشت کردم که در زمان دیگر راجع به اون موضوع هم با شما صحبت بکنم که وقتی که ما خواب میبینیم یا رؤیا میبینیم، در خواب و در رؤیای ما هم چیزهایی دیده میشود که در زمانی که ما مشغول دیدن رؤیا هستیم و در حالت خواب به سر میبریم، ما اون تخیلات رو به صورت تعینات میبینیم که این سحر با اون سحر تفاوت‌هایی داره که در جای دیگه به اون اشاره خواهیم کرد. باور به خیال در مقام عینیت نام این مبحثی است که در نشستی دیگر در مورد اون صحبت خواهیم کرد، نه در برنامه پیوند با مردم، نه در برنامه تعلیم قرآن. جایی که فاصله کوتاهی در تاریکی تا روشنایی باقی است به اون قسمت هم سحر میگویند و یا از تاریکی به روشنایی نگاه کردن و موضع تاریکی رو روشنایی معرفی کردن سحر نام داره. صبح کاذب که در واقع شهود بر تسلط چتر تاریکی است و در واقع انسان شاهد هست که به نظرش میاد که صبح شده ولی دو مرتبه میبینه تاریک شده. اون صبح کاذب چیزی نیست که واقعا تاریک بشه دو مرتبه روشن بشه یا روشن بشه دو مرتبه تاریک بشه، به طرف روشنی پیش میره. این صبح کاذب در واقع یک نوع استدلالی است بر اینکه ما تخیلاتمون با عینیاتمون چه رابطه‌ای میتواند داشته باشد. از دیگر مفاهیم این واژه سحر میتواند که اعجاب آوری باشد یا عاجز سازی باشد، مورد تسلط قرار دادن یا سلب اختیار کردن، تسلط بر اندیشه و افکار دیگران، محروم ساختن از تعلم و تجربه و منطق و تحقیق و اثبات تجربی، همانطور برگرداندن خیال و در واقع جلوه‌گر کردن خیال در ذهن کسی که خیال میکنه، در ذهن مخیل و او رو وادار کردن یا بر او مسلط شدن که خیال خود رو با تعقل یکسان بدانه و به طور کلی ایجاد باور به موهومات و خرافات و همینطور تصرف در خیال و تصرف در فکر دیگران، که انسان بتواند که در اندیشه دیگران، در فکر دیگران تسری بکند و تداخل بکند و تصرف بکند. اینها همه مفاهیم مختلف سحر است که در جاهای مختلف به این مفاهیم و اینها آمده. در قرآن هم چندین بار آمده که باز هم در مورد آن توضیح خواهیم داد. در این آیه میگوید، آیه شماره 102 میگوید که ایشان تابعیت کردند از آنچه شیاطین بر ایشان تلاوت کردند و ایشان را مسحور ساختند، سحر زده ساختند که این تلاوت از سوی خداست و اینها در حالت مسحور بودن، سحر زده شده بودند، قبول می‌کردند که این تلاوت‌هایی رو که شیطان‌ها تلاوت می‌کنند و مردم رو جوری مورد تصرف ذهنی قرار داده بودند که مردم میپذیرفتند که این آیات از طرف خداست
و شیاطین همون خدا هستند و شیطان همون خداست. در اینجا این مطلب حساس وجود دارد که چگونه انسان مجذوب و مفتون و مسحور سحر می شود. انسان هم جذب می شود، خود انسان جزئی از سحر می شود و در واقع به تملک سحر در می آید و در واقع به جزئیت می رسد، بخشی از سحر می شود و گاهی از اوقات انسان مفتون سحر می شود. سحر به عنوان یک فتنه، به عنوان یک دروغی که در این خدعه و در این نیرنگ و در این غیر واقعی بودن انسان رو چنان مجذوب میکنه، یعنی بی اختیار میکنه و مورد تسلط قرار میده و مسخر میکنه و مفتون میکنه، فتنه پذیر میکنه و همینطور سحر زده میکنه. و چگونه شیطان میتواند که بر انسان تسلط عقل و اراده پیدا بکند. چطور میتواند که شیطان از طریق کلام و از طریق گفتار و از طریق تکرار گفتار و تکرار پیام بر عقل انسان و بر اراده انسان تسلط پیدا بکند. اینها همه مظاهر مختلف سحر است. یک کسی میشنود که اعتیاد یکی از چهره‌های سحر است و به او گفته می شود که شما قمار نکنید. مثلا یکی از عیب‌هایی که قمار داره، علاوه بر این که قمار از نظر حقوقی نوعی دزدی است و در قوانین کشورهایی که شعب مختلف برای دزدی ایجاد کردن، در واقع به قمار باید گفت لارسنی یعنی دزدی که بر مبنای تمهید و حقه بازی هست، بر مبنای پریتنس هست. یعنی شخص مالی از کسی میدزده و اون کسی که مالش مورد دزدی قرار گرفته روز روشن جلوی چشمش اموالش رو میدزدن، از دزد سپاسگزاری میکنه و یک پولی از او قرض میکنه که برگرده یک اتوبوسی چیزی سوار شه بره منزل و هیچ گونه نمیتواند که به سارق که میبینه سارق جلوی او نشسته، امروز صبح که به قمارخانه وارد شده، فرض کنید که $1000 پول داشته، با چند حرکت و با چند فرمول و با چند سحر همه پول او را از جیب او خارج میکنن و بعد $10 به او میدهند که یک اتوبوسی پیدا بکند برگردد به شهر خودش و خیلی هم تشکر میکنه این شخص از این که به من این پول رو دادید که من پیاده برنگردم. وقتی که صبح نشسته به سر قمار، این $1000 که حقوق 1 ماه او بوده یا پس انداز 2 ماه یا 3 ماه یا 1 سال او بوده، هر ساعت از این پول یک مقداری میبازه و نمیتواند که از جای خود برخیزد. چرا؟ چون مجذوب اون سحر قمار شده، یا از نظر روانی معتاد شده، یا اینکه از نظر جسمانی و شیمیایی معتاد شده، هروئین میکشه یا تریاک میکشه یا کارهای نظیر این. اینها رو همه رو قرآن به نام سحر بر اون میگذاره و یکی از مظاهر سحر اعتیاده. اعتیاد یعنی عادت مصنوعی و انسان رو خو دادن و آموختن به چیزی که عادت طبیعی انسان نیست و انسان عادت مصنوعی به وسیله سحر ایجاد بکند. یه ساحر وقتی ما میشنویم فکر میکنیم که حتما باید یه جادوگری باشه که چانه درازی داشته باشه و دماغ تیزی داشته باشه و گوش‌های چنانی داشته باشه و یک عصایی هم دستش باشه و پیرزن هم باشه یا پیرمرد هم باشه. سحر در واقع یکی از عوامل انحراف و سقوط ارزش‌های انسانی است و یک دامی است که انسان در اون دام گرفتار میشه و عقل و اراده خودش رو از دست میده. شما میبینید این هایی که میروند به قمارخانه تا پایان کار
که هر چه دارند و ندارند میبازند و قدرت این که از قمارخانه بیرون بیایند ندارند. چرا؟ چون اراده خودشون رو از دست میدن. اون نیرو و قدرتی که اراده یا انسان رو از انسان سلب میکنه که ما نمیدانیم چیست، هر چه هست، اون رو قرآن میگوید سحر، و سحر وسیله است که به وسیله ما به وجود میآید. این وسیله یعنی ما در اثر اعمال خاصی که انجام میدیم و رفتارهای خاصی که انجام میدیم در واقع خودمون رو تسلیم این نیروی ساحر میکنیم. در آیات دیگر قرآن میآموزیم که شیطان هرگز در حوزه ایمان و عقیده مؤمن وارد نمی شود. این تضمین قرآنی است. و دیگر اینکه شیطان بدون اجازه و بدون اذن دخول و بدون اینکه وارد ملک امانی شخص بشود قبلا اجازه میگیرد و در واقع کسی که مالک جان هست، مالک امانی البته، اگر که این شخص امانت رو در حالت ایمان نگاه بداره، یعنی مؤمن باشه به چیزی که ادعای باور میکنه و حقیقی باشه باور او و ایماندار واقعی باشه به بیان دیگر، نمیتواند که شیطان در مخیله یک انسانی که هم مؤمن هست و هم به شیطان اجازه ورود نمیده. دو شرط رو قرآن مطرح میکنه که در قالب متشابهات قرآن اینطور بیان میشه که من از شیطان اینطور تعهد گرفتم، یعنی شیطان در این موارد ناتوانه. به مفهوم محکمات اگر نگاه بکنیم، به قاعده نگاه بکنیم که شیطان نمیتواند به انسان مؤمن نزدیک بشود و نمیتواند بدون معرفی به انسان مؤمن نزدیک بشود، اما میشود. یعنی به انسان مؤمن نزدیک میشود و اجازه ورود میخواهد و انسان به او اجازه ورود میدهد. اون وقت مرزهای ایمان شکسته میشود و درهای بسته و قفل باز میشود و فتوحات شیطان آغاز میشود. شیطان با موافقت مؤمن میتواند که به مخیله او نفوذ کند و در واقع او رو تسخیر و تصرف کند. اما شیطان نسبت به آدم‌های بی ایمان لازم نیست خودش رو معرفی کنه، معرفی هم نمی‌کنه، بدون اجازه وارد میشه و تصرف و در واقع تصدی و ولایت اون شخص رو به عهده میگیره و دیگه هم خارج نمیشه یا خیلی مشکل خارج میشه. منطقاً ما متقاعد هستیم کسانی که تحت تسلط شیطان ها در آمده اند قطعاً در زمانی که شیطان به اونها وارد شده مؤمن نبودند و اینها کافر و کفر ورز به بیان دیگر بودند، طمعکار بودند، ستم پیشه بودند و زیاده طلب بودند، متکاسر بودند و در واقع به عنایت شیطان در تعدی و تجاوز امیدوار بودند. لازم نیست که ما در یک مراسمی شرکت کنیم و بگوییم که ما تا دیروز خداپرست بوده ایم، امروز شیطان پرست شده ایم. شیطان پرستی در هر لحظه، در هر نفس و نیم نفسی که ما میکشیم ما میتوانیم شیطان پرست باشیم و میتوانیم خداپرست باشیم، اما در هیچ لحظه ای نیست که ما حالت خنثی داشته باشیم، یعنی بگوییم نه ما خداپرستیم نه شیطان پرست. حتما در هر لحظه همه انسان ها اینطور هستند، یا شیطان پرست هستند یا خداپرست. منتها این مرتب در تبدیل و تبادل هست و نسبت به شرایط فرد و تجربیات فرد، اندیشه های فرد، نیت و افکار فرد مرتب جایگاه انسان عوض میشه. ولی همه ما در روز ساعتهایی هست که شیطان پرست هستیم و انشاءالله ساعتهای بیشتری هم هست که خدا پرست هستیم، ولی اکثرا شیطان پرست هستیم و به شیطان عقیده داریم و شیطان رو در جای خدا می نهیم. من خاطرم هست که برای یک موضوع حقوقی، فکر میکنم امر طلاق بود یا هرچه بود، رفته بودیم چندین سال پیش به شهر لاس وگاس
و اون خانمی که میخواست از شوهرش طلاق بگیره وقتی کارشون انجام شد و اینا هنوز فرصت داشت، گفت من 1-2 ساعتی هم برم به قمارخانه و بعد برمیگردم، حالا این همه راه اومدیم یک زیارتی هم بکنیم. و بعد چون که خب ما رو میدید و اینها، به هر حال فکر میکرد که حالا ما ایمانی داریم یا مسلمان هستیم یا هرچه. این که عرض میکنم مزاح نیست، این یک واقعیت. گفت که فلان که از شما با این قلب مهربانی که دارید و با این چهره چنانی که دارید، از این صحبت ها و این حرفا و این ایمان قوی که شما دارید و این جایگاهی که نزد خدا دارید، گفتم حالا بگید ببینم من چه باید بکنم. گفت یه دعایی برای من بکنید که من میرم این قمار که میخوام بکنم نبازم، برنده بشم. میخوام عرض بکنم که گاهی از اوقات اون تخیل وقتی تبدیل به تعقل جعلی میشه و ما فکر میکنیم که مشغول تعقل هستیم، در حالی که ما با تخیل زندگی میکنیم، شیطان چنان ما رو تصرف میکنه که نقش خدا برای ما بازی میکنه و ما دعا میکنیم به شیطان و فکر میکنیم مشغول دعا کردن به خدا هستیم. این کار در عبادتهای ما هم خیلی اثر داره. یعنی فرض بفرمایید که یک شخصی که در یک زندانی یا در یک کشوری، مثلا اسم نمیخوایم بیاریم، واقعا وارد این مباحث هم من نمیخوام بشم، ولی این مثال هایی است که اگر این مثال ها رو که واقعیت داره، فقط مثال خالی نیست، تکرار نکنیم، در واقع دروغ گفتیم و به خودمون، به قرآن، به سرمایه گذاری شما در کار ما، به همه اینها خیانت کردیم. این است که مجبور هستیم بگوییم که وقتی که ما شیطان رو با خدا اشتباه میکنیم و فکر میکنیم هنوز هم ایمان داریم، مثل اینکه شما در یک زندانی قرار بشود که حکم صادر شده که به این دختر 14 ساله 15 ساله چون ورقه دستش بوده پخش کرده، حالا یک اسمی هم داشته هرچه بوده، به این بایستی که تجاوز بکنید، حالا بعد یا اعدام میشه یا آزاد میشه، بالاخره باید تنبیه بشه و زنای تنبیهی در مورد اون انجام بشه و اون شخصی که این کار رو انجام میده بنا به حکمی که برای او صادر کردن باید وضو بگیره و نماز حاجات بخواند و بعد که تجاوز انجام شد نماز شکر بخواند. این هم مثل همون کسی که به قمارخانه میرفت و از ما میخواست که به خدا، که من نزدیکتر فکر میکرد هستم به خدای ایشان، به خدا دعا کنم که کمک بکنه به او که در این قمار بازنده نشه. اون شخص هم در واقع فکر میکنه که روبروی خدا ایستاده و داره به خدا راز و نیاز میکنه و میگوید که 2 رکعت نماز حاجات به جا میآورم برای پیشرفت و برای پیشواز تجاوز به این دختر گناهکار پست خائن ملعون که فقط با تجاوز جنسی این ممکن است که آدم بشود و به ثواب برسد و من به ثواب برسم. 2 رکعت نماز تجاوز به عنف انجام میدهم واجب قربتن الله و بعد این نماز تجاوز به عنف رو میخواند و فکر میکنه به طرف مکه هم میایستد، به طرف خانه کعبه هم میایستد و اونطور نماز میخواند. این کسی است که تخیل او با تعقل او به هم ریخته و در واقع به این ترتیب عبادت شیطان رو انجام میده ولی فکر میکنه که عبادت خدا رو انجام میده. عبادت شیطان خودش یک عیب داره، ولی برای شیطان پرست هایی که میدانند شیطان پرست هستند، اینها به مراتب شرف دارند به مسلمان هایی که فکر میکنند که دشمن شیطان هستند اما در عین حال میبینیم که تابع و مرید شیطان هستند. یعنی در مرحله‌ای رسیدند که شعور اونها از اونها گرفته شده و در واقع افرادی هستند که هم دارای خباثت هستند هم دارای فقدان شعور هستند و اینها بدترین نوع آدم هایی هستند که به بیان قرآن یمدهم فی طغیانهم یعمهون، کسانی هستند که اونها رو در طغیانشون ممتد ساخته خدا و موجب تداوم و
ادامه طغیان اونها شده است که در این طغیان مثل آدم‌های نابینا، مثل موجودات یا حشرات نابینا گمراه بشوند و معلق و به در دیوار اصابت بکنند و هرگز راه خودشون رو پیدا نکنند. به عنوان تنبیه این مخصوص کسانی است که در واقع تسلیم شیطان میشوند و مهم است که ما این مقدماتی رو که عرض میکنم برای اهمیت این است که انسان بفهمد که معبود او کیست. خود ما عابدیم، خودمون رو میشناسیم، حالا باید ببینیم معبود ما کیست و روش هایی که ما معبود رو تشخیص میدیم. دو نوع معبود بیشتر وجود نداره، یا الله هست، یا اگر الله نیست حتما شیطان است، یا خالق است یا مخلوق است. اگر به خالق ما عابد هستیم عبادت ما صحیح هست، اما اگر ما به مخلوق اون خالق عابد هستیم حتما ما عابد شیطان هستیم، چون معبودی است که خودش رو در مقام عابد، معبودی است که در مقام خدا خودش رو قرار داده و طبعا چنین معبودی جز شیطان چیز دیگری نمیتواند باشد. کسانی که در تعدی و تجاوز دعا می کنند و امیدوار هستند که خدا به اونها توفیق بدهد که در گناه و تجاوز و زنا و دزدی و سرقت و دروغ موفق و مؤید باشند. کسانی که دعا می کنند به خدا که خدایا ما رو در این گناه کبیره‌ای که انجام می دهیم یاری کن که ما بتوانیم گناه رو انجام بدهیم، طبعا اینها تعقلشون به تخیل تبدیل شده و در واقع وارد سفاهت و عدم شعور و بیماری فزاینده شدند. بنا به گفته قرآن کسانی که کفر می‌ورزند چنین می‌شوند. اینهایی که همه گفتم به این خاطر بود که در این دهلیز خطرناک و در این طوفان و در این گردبادی که همراه هم هست و همه اینها در دریا اتفاق می‌افته و به قول حافظ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. برای اینکه انسان در اونجا که قرار میگیره نه نوری هست، نه هدایتی هست، نه کمکی هست، نه یاری هست و فقط شیطان هست و شیطان هست و شیطان و انسان با تمام وجود مسخر شیطان شده. برای اینکه ما ببینیم کدام مسیر است که به این باطلاق و به این گرداب میرسد و اون مسیر رو طی نکنیم که بتوانیم تفاوت بگذاریم و تمیز بگذاریم بین آیات شیطانی و آیات ربانی و دوچار این اشتباه نشویم و آیات شیطان و تلاوت‌های شیطان رو در جای تلاوت‌های خدا قرار ندیم و به جای خدا به شیطان دعا نکنیم و نذر شیطان نکنیم. این مسیری که ما رو به این گرداب فرو می‌افکند اسم این مسیر کفر است و کفر عبارت است از اینکه انسان دانایی و دانش و اطلاع به یک امری داشته باشد و تکذیب کند اطلاع و معلوم خودش رو و بگوید که من نمیدانم و چون نمیدانم مخالفت میکنم با اون چه که میدانم ولی میگویم نمیدانم. اونطور که بارها عرض کردم کافر کسی است که در درجه اول عالم باشه، در درجه دوم تکذیب کننده اون علمی باشه که عالم اون علم هست. این مسیر رو به این خاطر ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که مسیری است بسیار خطرناک و بیشتر ما هم در همون مسیر حرکت میکنیم و گاهی توقف کوتاهی داریم ولی بعد دو مرتبه چون معتاد هستیم به همون راه ادامه میدیم و دعا میکنیم برای تعدی و تجاوز و امیدوار هستیم که دعای ما مستجاب میشه. در بی ایمانی و کفر و طمع و ستم ما پذیرای شیطان میشویم، تصور میکنیم پذیرای خدا شده ایم و چون شیطان به اذن تو وارد میشود و به تقاضا و به امر تو دیگر خارج نمیشود و اصطلاحاً ورود شیطان معزون و خروج شیطان از ذهنیت و وجود انسان محال و در واقع درد فریب
شیطان تقریبا درد بی‌درمان است. شیطان همونطور که عرض کردم شما رو به قمارخانه ها، به فاحشه خانه ها، به رشوه خانه ها، به سرقت خانه ها، به ثروت خانه ها، به قدرت خانه ها دعوت می کند. شما به پای خود و به اراده خود پا می گذارید به این مکان ها، اما خروج شما از این خانه ها بسیار دشوار و غیر ممکن است. سالها پیش که جوان بودم و کارهای حقوقی انجام میدادیم، یک ارباب رجوعی داشتیم، یک کلاینتی، یک مشتری داشتیم که کاغذی رو بنا بود امضا بکنه و ایشان یک قمارخانه‌ای داشتن، در قمارخانه خیلی بزرگی داشتن در شهر تهران و ما معمولاً به دفتر ایشان می رفتیم، ولی اون روز نمیدونم دوستی داشتن چه بود و اینها که گرفتار قمار کردن بودن و به ما گفتن که شما بیایید در اون محل این کاغذ رو ما بخوانم و امضا بکنم و ما برویم و کار او رو انجام بده. وقتی رفتیم دیدیم که مشغول هستن. یک میز بزرگی بود که چندین نفر، حالا خوب یادم نیست، 8 نفر 9 نفر تعداد زیادی دور اون میز گرد نشسته بودن و یک بازی قماری میکردن که پرسیدم از اون مؤمن که این بازی قماری که میکنید اسمش چی هست که ما فردا اگر خواستیم همین بازی رو انجام بدیم حداقل اسمش رو بلد باشیم که درست یاد بگیریم. گفتن که اسم این بازی رامی هست. رامی. گفتیم بسیار خوب. بعد به اون آقا گفتیم که حالا این کاغذ رو امضا بکنید که ما ببریم و دفعه دیگه برگردیم بیایم انشاءالله یاد بگیریم که این رامی رو چطور بازی میکنن. ساعت 9 صبح بود و ایشان مشغول بازی بود و گفتش که شما یک قدری صبر بکنید، من ساعت 10 بایستی که از این میز قمار جدا بشم و بروم به فرودگاه و دختر من میره برای انگلستان برای ادامه تحصیل. همون وقتم این کاغذها رو میخوانم و امضا میکنم. الان وقت ندارم، حواسم پرت میشه. یک صندوقی هم وسط میز بود که در اونجا مرتب پول میریختن و پرسیدیم که این صندوق دیگه چیز؟ گفتن که هر دوری که این بازی میچرخه یک پولی باید تو این صندوق بریزن و این صندوق رو هر کسی که 2 مرتبه پشت سر هم ببره، بازی رو ببره، این صندوق متعلق به اون میشه و الان صندوق هم خیلی سنگین شده دیگه، حرف نزن حواس ما پرت میشه، باید بازیمون رو ادامه بدیم. داستان رو کوتاه بکنم. وقتی که ما از اونجا آمدیم بیرون ساعت 12 شب بود. دختر اون آقا هم ساعتهای قبل مادرش رو برده بود به فرودگاه و هنوز آقا مشغول بازی بود و هر وقتی هم میگفتم که پس شما یا اینو تعطیل کنید یا یه دقایقی فرصت بدید این کاغذ امضا بکنید که ما برویم و اینها، میگفتن که باید کاسه بره، یعنی که اون صندوقی که اون وسط هست یک کسی باید برنده این بشه و نمیدونم چطور افتاد، چه اتفاقی افتاده بود که 2 نفر برنده نمی شدن در یک وهله و بالاخره قصدم این است که یک شخص فهمیده‌ای که تحصیلات عالیه هم داشت، شغل مهمی هم داشت، این قمارخانه رو هم داشت، با سران مملکت هم سر و سری داشت و اینها، ولی این قدرت از او گرفته می شد. او نمی دید چه دستی است که 18 ساعت 12 ساعت 14 ساعت او رو به این میز، به این صندلی مثل میخ کوبیده و اصلا این به این صندلی چسبیده و نمیتواند که از این صندلی جدا بشود. خب بالاخره یک نیروی باید بر این وارد بشه که او رو در حالت جمود در بیاره و متصل بکنه به این صندلی و اراده او رو بگیره که دختری که نور چشم او بود و میشنه که یک بچه هم بیشتر نداشت که اون حالا میخواد چند سال بره به انگلستان و این انقدر عاشق این فرزندش هست و او رو نمیبینه، تمام اینها رو زیر پا گذاشت که این بازی به نتیجه برسه و 2 مرتبه نمیدونم کاسه رو ببره، کوزه رو ببازه، چه بکنه و اینها. شیطان رو ما نمیبینیم ولی شیطان ما رو میبینه و شیطان رو حالا معرفی میکنه این آیه که کجا باید پیدا کرد، چطور باید پیدا کرد و چطور انسان به دامن شیطان میفته. و تا اینجایی که ما از این آیه
میفهمیم این است که کفر و از آیه های دیگه، آیه هایی که به آغاز قرآن اگر برسیم از سوره ششم، از سوره دوم قرآن آیه ششم تا آیه 18 12 پله سقوط انسان رو از مرحله آغازین کفر تا مرحله فسق نشان میده که اینها مراحل سقوط نوع بشر هست و در هر مرحله یک شیطان معینی مسئولیت داره که ما رو یک درجه پایین تر ببره، یک درجه پایین تر ببره تا همه چیز ما تابع شیطان بشود و کاملا تسلیم او بشویم. و صحبتی که بعد من با اون شخص داشتم وقتی که قمار نمی کرد، از او پرسیدم که شما فکر میکنید که چه نیرویی است که شما رو 12 ساعت در علیرغم میلت در یک محلی نگاه داشت، به خصوص که شخص ثروتمند و متمولی مثل شما که حالا فرض کنید که در اون روز مثلا 100,000 تومان هم بردید یا باختید، شما با چندین میلیارد سرمایه‌ای که دارید 100,000 تومان ببرید یا ببازید چه فرقی به حال شما میکنه؟ اینی که پول نیست که شما رو نگاه داشته، ساختمان نیست که شما رو نگاه داشته. این چه نیروی عظیمی است که بر شما حکومت میکنه که شما عشق به دخترت رو هم فراموش کردی و او رو تنها رها کردی که چند سال او رو نمیبینی، کسی که نور چشم توست. اون چه نیرویی است که بر تو اثر میکنه و تو رو در این شرایط قرار میده؟ جستجو کن که اون نیرو رو شناسایی بکنی. و بالاخره هم با ایشان به نتیجه‌ای نرسیدیم و ما متهم شدیم به همین که بالاخره هستیم. شیطان در واقع قدرتی است که انسان به او اذن ورود میده، ولی وقتی که اذن ورود داد و وارد شد دیگه خارج نمیشه. آمدنش با خود شماست ولی رفتنش با خود شیطان، هر وقت خواست میرود و شیطان هیچ وقتی از جایی که وارد میشود خارج نمیشود. قرآن در مثال تفهیم معنای حبوط رو انجام میده. حبوط با هی کوچک و تینه، به معنای فرو رفتن از نظر ارزش، در واقع پایین افتادن، سقوط کردن، اینها معنی میده و از یک مقامی به مقام پایین تر افتادن و از بین رفتن. در معنی حبوط قرآن اشاره میکند به تزلزلی که در ایمان انسان ایجاد می شود که باعث سقوط به لحاظ عدم وجود ثبات و امنیت هست، که وقتی که زیر پای انسان سست میشه و اقدام انسان در واقع متزلزل میشه و اون ثبوت و استحکام مبنا که متکای اقدام آدم، قدم‌های آدم هست، اونها ساقط میشه، انسان شروع میکنه به لرزیدن و وقتی زمین زیر پاش میلرزه انسان هم با زمین میلرزه و نهایتاً به زمین میخوره. فکر میکنم در آیه شماره 37 سوره بقره باشه فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطان، و شیطان باعث تزلزل اقدام اونها شد، زیر پای اونها رو شروع کرد به لرزاندن و همین لرزش باعث شد که اونها یک حبوطی ایجاد بشه براشون و از بهشت که در مقام متشابهات قرآن جایی است که در اونجا جاودانگی وجود داره و مرگ وجود نداره و پیوستگی وجود داره و حیات در اونجا وجود داره و همینطور خلوص و تزکیه در اونجا وجود داره و بی‌نیازی وجود داره و عدم میرایی وجود داره، از اونجا سقوط میکنه. و قرآن در قالب مثال میگوید که فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطان، و شیطان پس وقتی چنین کرد و چنان کرد و چنان کرد، نتیجتاً این اعمال او باعث شد که شیطان او رو ساقط بکنه از طریق اینکه ایمان او رو متزلزل کرد. چون مثال خاک و قدم خاکی و چوبی و استخوانی نیست،
ایمان انسان وقتی متزلزل میشه، پایگاه ایمانی شروع به لرزیدن میکنه، انسان سقوط میکنه و شیطان پایه های قدم های ایشان را بنا به گفته قرآن به لرزه در آورد و در این زلزله ایشان به هبوط محدود و محکوم شدند و ساقط شدند و فرو افتادند. و این به لحاظ آن بود که ایشان از فرمان خدا سر باز زدند و تابع فرمان شیطان از طریق تسلیم به اراده شیطان شدند. ما برای اینکه مرید شیطان بشویم بایستی که ترک مرید خدا رو بکنیم، یعنی مرید خدا نشویم. ما برای اینکه به شیطان نزدیک بشویم بایستی از خدا دور بشویم. ما برای اینکه عابد شیطان بشویم بایستی عصیان و طغیان کنیم در مقابل خدا. ما برای اینکه به حزب شیطان نزدیک بشویم باید از حزب خدا دور بشویم. منظور من حزب الله نیست، دور بشویم. و اینها همه نمونه هایی است که در قرآن در قالب متشابهات به ما ارائه میشه که ما شیطان رو بتوانیم شناسایی کنیم، چون شناخت شیطان یکی از مشکلات بزرگ بشره و همونطور که در برنامه‌های گذشته هم عرض کردم، خود همین شیطان‌ها خودشون رو در پس تصاویری که خود شیطان‌ها از خودشون میکشن پنهان میکنن که ما نتوانیم اونها رو پیدا کنیم. مثلا رئیس فلان شرکت بیمه یا رئیس فلان بانک نقاش استخدام میکنه که تصویر شیطان رو بکشه و در شبکه‌های مختلف نشان بده که شیطان چانه درازی داره، شاخ داره، دم داره، دندانهای تیز داره، چشمهای خون‌آلود داره. این شکل‌های مختلف رو داره که وحشتناکه و از فیلم‌ها، در اون فیلم‌های سینمایی از او استفاده میکنن، در صورت که خود همون کسی که پول به نقاش میده که عکس این شیطان رو بکشه خود او شیطانه و خودش رو در پس این پرده و این تصویر و این تخیل ما رو نسبت به شیطان مبنای تعقل قرار میده. یعنی ما با خیال بایستی که این عکس رو ببینیم و در خیال خودمون شیطان رو تخیل بکنیم و این تخیل رو اسمش تعقل بگذاریم و بعد از این بگویم شیطان چه شکلی است. شیطان شاخ دارد، دم دارد، ناخن‌های دراز دارد، چشم‌های قرمز دارد، دندان‌های تیز دارد، همون شکل‌هایی که از شیطان ملاحظه می‌کنید. سراغ فرمان ما آماده هستیم که دقایق کوتاهی، بسیار کوتاه، به تنفس بپردازیم، بازگردیم با بینندگان باشیم. با ما باشیم.